سلام دوستان عزیزم، خوش اومدید به این ویدیو. سامشار هستم و امروز با قسمت دوم بازی مای فرند پدرو اومدیم، همون بازی موزی خودمون و اینکه مرحله 7 که دیدیم ردش کردیم. البته چیزی آخر بود که ما همون موقع مردیم. خب از مرحله 8 ادامهش رو میخوایم ببینیم و یه توضیح هم بدم درباره کانالمون و برنامه ریزی بازی هامون. آقا برای پابزی برنامه ریزی برای پابزی شنبه و دوشنبه و چهارشنبه ها پابزیه و همچنین بازی های دیگه هم تو روزهای دیگه هستم. داخل کانال تلگرام کامل بهتون میگم، وارد بشید. حتما لینکشو هم لینک یا اسمشو داخل دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. اگر میبینید ویدیو 10 دقیقه کامل نیست، به خاطر اینکه من ادیت میزنم و به خاطر همین کامل 10 دقیقه نمیشه. البته برای شما هم خوبه که تبلیغات خود بازی رو نبینید و هم برای من. خب دیگه بیشتر از این حرف نزنیم و بریم سراغ بازی. در ادامه این بازی چیزهای جدیدی قراره که اضافه بشه. جون دشمن همون بیشتر بشه، مثلا الان 3 جون بیشتر ندارن، یا مثلا میشن 5 تایی یا 6 تایی که سخت‌تر میکنه کارو برامون و خب باید عکس عملمون هم خیلی قوی‌تر باشه و امید این که بتونیم بازی رو کامل تمومش کنیم. ولی چیزی که بدی داره واقعا اینان خیلی چیزی بدیه. مردیم، اشکالی نداره، یه دسته دیگه بازی میکنیم. آقا باز این بازی تبلیغات آوردن اینجا رو، این قسمتش که تبلیغ آورده کات میزنم که وقت شما هم گرفته نشه. خب یه بار دیگه از اول میکنم بیاین، ولی این بار دیگه میخوام حرفه‌ای کاملش رو رد بکنم. حتما وارد کانالمون بشید که خیلی اونجا خبرات رو بهتون میدم. خیلی کار می‌کنیم. اینم یک مرحله دیگه ردش کردیم. ببینیم چقدر امتیاز بهمون میده. آقا اگه صدای اضافی یا چیزی میشنوید مغازه به خاطر همین صدای اضافی هم میاد و نمیخواد زیادم حرف بزنم که وقتو نگیرم. خب بریم سراغ ویدیو. اوه تفنگ جدید اینجا بهمون میده. البته مرحله داره و ویدیوهای زیاد نیست و اصلا تموم شده. آهنگاش خیلی واقعا خوبه، واقعا واسه آهنگاش زیاد تلاش کرده. در ادامه این بازی RPG هم بهتون میده و RPG خیلی کارتون رو راحت‌تر میکنه. شادگان بهتون میده، بازی بکنید. خلاصه اسمشو هم که میدونید دیگه بهتون گفتم. از دستمون رفت. اینم یه مرحله دیگه، اینا 5 دقیقه رفتن و دوست دارم گرفت. خب الان یه چیز جدید اضافه شده به تناب میگیری و سر می‌خوری پایین. در همین حالی که داری سر می‌خوری این تفنگا هم باید بگیری. خیلی خوب. خب همون جوری که بهم گفته باید کامل بیرحم باشی و همه رو باید بکشی. خب باید به بالا بریم، بالای اینجا پرش عالی اینو میکشی و بالا. امیدواریم هر چه زودتر 1000 تا بازی رو بگیریم و همچنین 4000 ساعت هم تماشا داشته باشیم که امیدوارم که تماشا بکنید 4000 ساعت رو با ویدیوهایی که میذارم. خیلی خوشحالم میشم با این کار و ممنونم ازتون. خب اینجا نوشته هلپ یعنی بین اینا خانواده‌شو باید پیدا بکنید. خب ما باید با استفاده از این تفنگایی که بهمون میده رو خانواده‌شو پیدا بکنیم. خیلی از بالا میخوایم شروع بکنیم. و اینم پسرشه پیدا کردیم. خیلی بازی فانیه.
خیلی خوب از همون تشکرم کرد و به اونجای موتور رسیدیم که باید از رو موتور از مانع ها رد بشیم و همچنین دشمن ها رو هم بکشیم و خیلی خیلی بازی خوبه. میتونید از رو دیوار هم بپرید، روی دیوار وایسی و خب بیشتر یه بازی تخیلیه. منظورم از تخیلی اینه که همطوری که داری میبینی از رو دیوار داره میره، با موتور مگه همچین کاری میشه کرد؟ ولی خب از قضیه نگذریم، خیلی بازیش خوبه، گرافیکش بدک نیست و خب همچنین صداگذاری و آهنگاش خیلی خیلی خوبه، کاراکتراش هم همینطور. ولی در ادامه کاراکترها خیلی خیلی خوشگلتری میبینیم و این مرحله رو رد کنیم ویدیو تموم میشه، وگرنه 10 دقیقه شده. اما اینجوری نیست که حتما باید 10 دقیقه باشه. مثلا این توی این ویدیو تا بازی تمام نکنم یا اگه باختم بازی تمام میشه و ویدیو هم همینطور پایان میرسه. نگران نباشید چون که میخوام قسمت باشه، چون که 37 مرحله واقعا عزم زیادی از ویدیو میشه و برای منم سخت‌تر میشه، آپلود کردنش خیلی طول میکشه. راستی اینطوری هم میشه به این ور و این ور. در ادامه باید خیلی عکس‌العمل جدی باشه، چون که هم دشمن اینجا هست، هم مانع هست و هم باید شلیکم بکنی و کار خیلی سخت میکنه. همونطوری که داره میبینیم ما به مانع ها برخورد میکنیم و جونمون از دست میدیم و کم کم به انتها رسیدیم و بازی تموم شد. خیلی خیلی ممنونم از نگاه شما و خب حمایت فراموش نشه، لایک کنید، همیشه کل ویدیومو تا آخرش نگاه کنید تا بازدیدتون تا نگاهتون کامل بشه و الکی نشه و خب لایک و سابسکرایب بکنید، زنگولش هم بزن که هر ویدیو جدید گذاشتم بتونید بیاید و ببینیدش. خیلی ممنونم، به خدا میسپارمتون، خدا نگهدار.